وقتی که میبینیم پیغمبر چطوری مخالفینشون رو میکشه، ترور میکنه، فقط به خاطر شعر نوشتن بر ضد پیغمبر، به خاطر مسخره کردن پیغمبر، به خاطر توهین و بی احترامی به پیغمبر. درسته اینا رو زندانی نمیکنه، ولی بدتر از زندانی اینها رو ترور میکنه. پیغمبر اسلام دستور کشتنشون رو میده. اولین تروری که پیغمبر دستور داد انجام بشه یک مرد یهودی پیرمردی بود به نام ابن الاشرف و جرم این پیرمرد این بود که بر ضد پیغمبر شعر نوشته بود و پیغمبر میگه که کی منو از دست ابن الاشرف خلاص میکنه و یکی از پیروان پیغمبر میگه که من این کار رو برای تو میکنم و پیغمبرم بهش میگه برو و هر کاری که میتونی با این آقا انجام بده، ترتیب این آقا رو بده. و داستان رو هم خیلی نویسنده های اسلامی با چیز میگن، با آب و تاب که رفت و این پیرمرد رو صدا زد و با کلک و حقه بازی از خونش کشیدن بیرون که بیا یه چیزی میخوایم بگیم، طرف میاد یه پیرمرد بیرون با چیز خنجر روده طرف رو میگه، خود چیز میگه، صفحه 232 چاپ به دانشگاه آکسفورد ترجمه ابن اسحاق میگه که و رودهش و اینا همه ریخ بیرون. و بعد حتی وقتی اون شخصی که میخواد بره این آقا رو ترور بکنه به پیغمبر میگه که یا رسول الله باید یه سری دروغ بگیم به این شخص، یعنی باید کلکش بزنیم که بکشیمش از خونش بیرون. پیغمبر جواب میده هر کاری میخواید بکنید، شما در این مسیر آزاد هستید. و بعد اشاره میکنه صفحه 368 کتاب ابن اسحاق که من خنجر رو زدم تو شکمش و اونو فشار دادم، وردمش پایین و حتی تا آلت تناسلیش این خنجر رو زدم و این افتاد و دل و روده رو ریختیم بیرون. و بعد میگه که رفتیم خبر رو به پیغمبر دادیم، ما سلام به ایشون کردیم وقتی ایشون در حال نماز بود، وقتی از نماز اومدن بیرون بهشون گفتیم که دشمن خدا رو کشتیم و پیغمبرم ما رو برکت